و نکته جالب توجه اینجاست که در اون زمانی که اینها به یکباره حمله کردند و برخی از همونطور که شما اشاره کردید طیف‌ها یعنی خیانت کردند و پست را خالی کردن، اصلا از قبل بحث ها بر این بوده است، یعنی خبرهایی که اومده بیرون از بحث بر این بوده است که آقا یک جاهایی با تخلیه بشود، ولی اینکه به این شکل اینها حمله کردن که اینو تبدیل به شبیه به یک شبه پیروزی برای خودشون نشان بدهند، اونم جای صحبت داره که بهش خواهیم پرداخت. به شما باز میگردیم جناب عباس منصوران و کموس شهبازی گرامی. کموس، در رابطه با موضوع کوبانی بیشتر می‌خوایم یه خورده صحبت کنیم، چون وضعیت همونطور که تو گفتی الان یک سری توافقات انجام شده، اما کوبانی گویی به این توافق کوبانی رو اصلا در داخل روژاوا نمی‌بیند و وضعیت در کوبانی نگران کننده است. مردمی که چاه دارن حفر میکنن که بتونن آب خوردن داشته باشن برای بهداشت، مسئله اینترنت و آذوقه و خاروبار نیست و حتی منابع بیمارستانی در رابطه با تهدید جانی که برای نوزادان، برای کودکان، برای سالمندان، برای بسیاری از بیماران وجود داره هشدار جدی دادن. یه خورده در این رابطه صحبت کن که آیا پیگیری هایی در این زمینه در دست اقدام هست یا که نه؟ ببینید، واقعیت که الان هستش در کوبانی الان محاصره همچنان ادامه داره، ولی یک مقاومت ستودنی هم در کوبانی هستش. کوبانی الان برای دولت ترکیه، برای جهادی های هیئت تحریر شام و جولانی و به نوعی گروه های به نوعی تبهکار وابسته به احمد شهر، برای اونا الان یک مسئله انتقامی شده. اونا خوب میدونن که چه بلایی سرشون اومده تو کوبانی و خوب میدونن که اون هیمنه اونها در کوبانی شکسته شد توسط زنان و مردان انقلابی در کوبانی که چطوری عظمت اون داعش در اونجا شکسته شد و همانطور که اردوغان که میلیون ها دلار هزینه کرد و امید داشت که در چند روزی کوبانی رو بگیره ولی نتونست. الان به نوعی یک نبرد انتقامی هستش در کوبانی که گرفته میشه و این توافقی که شده قطعا کوبانی هم زمینه این توافق هستش، ولی همان چیزی که قبلا گفتم، سوریه زمین بازی ترکیه است و دست درازی داره در دولت سوریه و عملا دولت انتقالی الان توسط دولت ترکیه داره میچرخه و سعی دارن با استفاده از این فشارهایی که دارن به کوبانی میارن یک بار دیگه خلل ایجاد کنن در این آتش بسی که الان شکل گرفته و این توافقی که شکل گرفت. ولی واقعیت که هست الان کوبانی هم باید یک کریدور برای کوبانی، برای کمک رسانی به کوبانی انجام بشه، باید سرکانی گرسپی خالی بشه از نیروهای اشغالگر ترکیه، باید آواره‌های افرین و اون مناطق برگردن به افرین و همچنین اداره مناطق به نوعی سیستم اداری خودشون رو کنترل کنن. ولی واقعیتی هست همان چیزی بود که آقای منصوران اشاره کردن. ترکیه یک ریسک بسیار بزرگی کرد، انتظار داشت همه چی تموم بشه، ولی یعنی شاید الان به زعم اونها شمال شرق سوریه از دست رفته، ولی الان یک روژاوای قدرتمند متولد شده و الان یک همبستگی بسیار بزرگی شکل گرفته. یعنی دولت ترکیه الان کاملا خودش هم در این دامی که درست کرده گرفتار شده و به هر شکلی از نمیتونه از این مخمسه خارج بشه. الان امروز ما میبینیم که مظلوم عبدی الان در اربیل هستش و فردا با وزیر خارجه فرانسه دیدار میکنه. اصلا یک نکته بسیار ظریف هستش، امروز وزیر خارجه فرانسه در شام بود ولی مظلوم عبدی به شام نرفت و این یک پیام بسیار بزرگ سیاسی هستش. اون اربیل رو به عنوان میزبان این دیدار انتخاب کرده و این یک پیام بسیار بزرگ هم به مردم و خلق کرد است و یک پیام هم به نیروهای الکسه که اونا چند روز پیش بدون هیچ هماهنگی با دعوت احمدشاه اونجا رفتن و به نوعی دیدیم که واقعا عکس العمل‌های بسیاری داشت و خیلی این حرکت به حرکت شنیع و به نوعی برهم زدن اون اتحاد میان کردها قدم داد کرد. ولی مظلوم کوبانی امروز با این حرکت که انجام داد هم به دولت انتقالی سوریه گفت که هنوز اون اعتماد لازم وجود نداره و ما در اربیل دیدار انجام میده و نشان میده که هنوز روژاوای کردستان بر عهد و پیمانی که بسته واقف هستش و اون
اتحادی که لازمه باید انجام بشه. ما می‌بینیم که قراره هم خانم الهام احمد، هم مظلوم عبده و همچنین نمایندگان دیگه از خود مدیریتی در اون جلسه شرکت خواهند داشت و فکر یعنی مطمئنا یکی از مفاد اصلی کوبانی هستش و باید کوبانی رو محور اصلی این به نوعی جلسه قرار بدم و مطمئنم که بعد از این دیدار گره های کوبانی هم باز خواهد شد. نکته جالب امروز هم آقای استیفان همو فرمانده یکی از فرماندهان YPG اونم علنا صحبت کرد و از انتقاد کرد که گفت ما بله کم و کاست‌های زیادی داریم و این انتقادهایی که مردم از ما میکنن کاملا روا هستش و ما این انتقادات رو با دیده و با منت قبول میکنیم و ما نمیگیم همه چی تموم هستیم و باز هم امید داد به مردم و قول داد که ما مبارزه ما داره شروع میشه و برای احقاق حقوق ملت کرد در روجاوایی که به نوعی به درس همان حافظ اسد که با پروژه کمربند عربی و بعداً بشار اسد با اینا که تمام سناریوها برای محو کردن کردها بود از جغرافیای سوریه، ولی الان ما می‌بینیم که همان استانداری حسکه‌ای که همیشه به نوعی در اختیار عرب‌ها بود و ملت کرد رو اصلا به عنوان حتی شناسنامه هم به اونا نمیدادن، الان حاکم بلا منازع هستن. درسته این چیزی که الان هستش تمام خواستهای مردم ملت کرد و همچنین خودمدیریتی شمال و شرق سوریه و روجاوا رو به نوعی ایجاب نکرده، ولی این یک واقعیتی هست. مبارزه رو باید از همان نقطه‌ای که شروع کردید ادامه بدی و چیزی که هستش مقاومت زندگی که واقعا الان در روجاوای کردستان عملی شد. خب شاید ما کردها همیشه اهل مرثیه‌خوانی هستیم و قهرمان‌های ما همیشه کسانی هستند که متأسفانه یا اعدام شدن یا شهید شدند، ولی ما نیاز به قهرمان‌های زنده‌ای داریم که بتونه در بزنگاه تاریخ با یک اراده و با یک تصمیم درست، یعنی مردم ملت خودش رو از قتلگاه به جای امن برسونه. همین کاری که فرمانده مظلوم عبده انجام داد، با یک درایت و در یک بزنگاه تاریخی قرار داد و قرار بر مقاومت زندگی داد و گفت ما برمیگردیم در خاک خودمون در روجاوا مقاومت میکنیم تا آخرین به نوعی نیروی خودمون برای دفاع از روجاوا و همین بود که الان ما می‌بینیم روجاوای کردستان مونده و چیزی که نخواهد موند اشغالگران هستند. مطمئنا باشای محمد جولانی یا احمد شهر سرنوشت همان سرنوشت محمد مرسی است. چرا آوردن به عنوان یک پیمانکار نظامی یک سری کاغذ یا یک سری اسناد رو برای توسط احمد شهر امضا کنن و بعدا کارشون که تموم شد مطمئنن که احمد شهر هم مثل همه به نوعی دست نشانده ها اون هم به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست. سپاسگزارم. کموس به تو باز میگردیم برای ادامه بحث و آیا عباس منصوران گرامی. آیا منصوران در رابطه با یک موضوع میخوایم صحبت کنیم. طرف مقابل هم در صحبت‌های شما و هم آقای شهبازی بهش اشاره کردید در رابطه با اینکه طرف مقابل بدعهد است، طرف مقابل ضد بشری است، ثابت کرده به هیچ چیز پایبند نیست، نه عهد و پیمان میشناسد، ضد بشری هم هست، حقوق زن، کودک، حقوق بشر، حقوق انسان را به رسمیت نمیشناسد و همچنین تحت نفوذ است. شما اشاره کردید که سالها در ادلب آماده شد برای رسیدن به این نقطه. شما فکر کنید چگونه می شود تعامل کرد با نیرویی که روبرو قرار گرفته در بدعهد و پیمانی، در اینکه متخاصم است، جنایتکار است و تحت نفوذش؟ فکر کنید چگونه می شود تعامل کرد با این نیرو؟ با این فرد، این نیروی مقابل. فکر کردم سوال من رو تکرار کرد. بفرمایید. در واقع به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل تمام نیروهای مقاومت که مبارزه میکردن، مقاومت میکردن، خواهند ماند. مردم آماده هستند دست به ماشه که هر لحظه باز مقاومت کنند. به همین دلیل هست که همچنان ضمن این که مذاکره میکنن در واقع فراخوان میدن که بپیوندید، کاروان ها بیان دوباره به هر شکلی میتونن. راهپیمایی ها در تمامی کشورها بایستی ادامه پیدا کنه. فشار به سازمان های بین المللی، سازمان ملل امروز یا دیروز شاید معاون
دبیر کل سازمان ملل که اگر اسمش فراموش نکرده باشم الکساندر زویوف همچی چیزی که در امور امنیتی معاون هست، اعلام کرد که در واقع خطر بازگشت داعش رو گفت نه فقط در سوریه بلکه در منطقه، در آفریقا و در افغانستان. این در واقع از زبان معاون امنیتی سازمان ملل میشنویم. چیز دیگری که من شاید پیدا کنم یادداشتی که نوشته بودم، شخصی به نام، همون روزهای اول که وارد رقه شدن، میدونیم رقه پایتخت داعش بود که در اونجا سر میبرید. میدانی رو من رفتم دیدم، دوستان نشان دادن، گفتن در اینجا سرا را روی هم میگذاشت و در این میدان دختران و زنان رو به عنوان برده میفروختند. شیخ به نام سیف ابوبکر فرمانده لشکر 76 که موسوم به لشکر حمزه است، وقتی وارد رقه میشه میگوید، یک ویدیویی در واقع نشون میده خودشو، یک ویدیویی از دیدار ابراهیم کالین که جانشین فیدان هست، یعنی رئیس میت هست، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه میت. میگه بابت حمایت های این کشور، یعنی لشکر 76 فرمانده لشکر 76 که درون ارتش القاعده جا گرفته، دیگه در واقع تحریر الشام این نیست، به نظرم بهتر بهش همون نیروهای القاعده گفته بشه، ارتش القاعده. لشکر حمزه قبلا اسمش بود. میگه بابت حمایت این کشور یعنی ترکیه در عملیات علیه نیروهای روجاوا قدردانی میکنه این سیف ابوبکر. یک پیامی در واقع میگه این سرزمین های ترکیه هستند و همیشه متعلق به ترکیه خواهند ماند، از قول همین رئیس میت میگه ابراهیم کالین. در واقع این اعلامی که میکنه زمانی که نیروها عقب نشینی میکنن، یعنی در واقع نوعثمانیسمی که میگفتیم فقط یک کنایه نبود، یک لفظ عبارت پردازی نبود، یک واقعیت بود که اینها چه چیزهایی رو در سر داشتن. پرونده خاورمیانه اساساً در پروسه همین قرارداد پاریس که عرض کردم 5 و 6 ژانویه رقم میخوره، منتها مقاومت روجاوا اونا معکوسش میکنه، برش میگرده بر علیه اون قرارداد. به همین دلیله که امروز وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار خاورمیانه‌ایش اول دیدار اونجا میره، بعد میاد در اربیل و بعد به مناطق دیگر عراق میره برای گفتگو. یعنی یک نوع واهمه است، یک نوع ترسه که اونم به هر حال بررسی بکنه. یک اتحاد ملی، اتحاد سراسری مقاومت باعث شد که این در واقع موقعیت تاریخی جدیدی به وجود بیاد که کماس گرامی اشاره کردن که به رسمیت شناخته میشه امروز دیگه موضوعی جغرافیایی به نام کل کردستان ها به شکلی. آقای منصوران، پیام این موضوع رو میخوام ازتون بپرسم، هم شما هم آقای شهبازی بهش اشاره کردید، اینکه نیروهای کرد نمیروند در دمشق مذاکره کنن بلکه پایتخت رو، یعنی جای گفتگوها رو میروند در هولر، پایتخت اقلیم فدرال کردستان در جنوب کردستان، اونجا رو تعیین میکنن. شما فکر کنید پیامش چیست؟ کماس شهبازی نظر خودش رو گفت، میخوام نظر شما رو بشنوم. این حاوی و حامل چه پیامی است؟ در واقع به نظر من سپاسگزاری است و قدرشناسی از مردمی که به خیابان ها اومدن و حاکمیت اونجا رو، مسئولین رو به هر حال به شکلی ناچار کردن که به رسمیت بشناسن مقاومت و حداقل از طریق رسانه هاشون، از طریق به هر حال پیامایی که دادن، گفتن که یعنی حمایت کردن در واقع از مقاومت روجاوا. شهرهایی مثل زاخو، مثل دهوک، مثل اربیل، اینها هزار نفر به خیابان ها آمدن، 10,000 نفر به خیابان ها آمدن و در واقع ناچار کردن رهبران را که بپذیرن. این یکی به نظر من یک نوع سپاسگزاری است
در میان این مردم میره ظاهر میشود مظلوم کوبانی و هیئت همراه. و دوم اینکه در واقع یک به رسمیت نشناختن و به اعتماد دانستن حکومت دمشق است. این هم از این زاویه بود. بسیار هوشمندانه بود، بسیار دقیق عمل کردن و کماس گرامی هم خیلی هوشمندانه به این موضوع پرداختن. من اجازه میخوام فقط به یک تاریخچه اشاره بکنم، چون اون شب میخواستم رو این یک مقداری خیلی سریع میگذرم، تاریخ رو نمیخوام بگم. ببینید 27 فوریه رهبر جنبش خلق کرد که اسیر هست در امرالی بیش از 27 سال، عبدالله اوجلان عزیز، یک فراخوان دادن. درست چند ماه بعد از اینکه البته این فراخوان ناگهانی نبود، ارزیابی بود که داشتن پیش بینی میکردن، با در واقع با دقت دنبال میکردن به نتیجه رسیده بودن که ترکیه در شرایطی که دچار بحران مشکلاتی داره، هم بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، و اشاره‌ای که اون دولت باقچلی کرد که خب حالا بیان تو پارلمان حرفامونو بزنیم، هوشمندانه این فراخوان رو دادن. از اینجا آغاز شد و این در واقع فراخوان صلح و آشتی و بعد انحلال PKK و بعد مسئله سوزاندن چند اسلحه به شکل نمادین که ما حاضر به گفتگو هستیم، در واقع وضعیت یعنی ارزیابی این که جنگ جهانی سوم، جغرافیای منطقه داره به هم میخوره و شرایط جدیدی به وجود میاد. ما بایستی مناسباتی رو به وجود بیاریم که پاسخگوی ضرورت‌های سده 21 باشد. به این نمیشه با سلاح‌های کهنه گذشته به جنگ پهپادها و مگر اینکه ما یک در واقع سازماندهی جدیدی و یک در واقع نقشه جدیدی که ما الان هویت